هستم 28 سالمه. خیلی دوست داشتم اینجا فعالیت کنم. خیلی دربارش فکر کردم، کلی کنکاش کردم با خودم تا بالاخره تصمیم گرفتم. حالا تو هر زمینه فکرم بود که کار کنم، زمینه متفاوت منظورم. تصمیم گرفتم بیام درباره کاری که خیلی بهش علاقه دارم، کتاب خوندن هست، بیایم درباره اون صحبت کنیم، کتابای مختلف به هم معرفی کنیم. شما به من بگید خیلی خوب میشه، من به شما بگم حالا تا جایی که چیزایی که بلد هستم. من اقتصاد میخونم و اقتصاد خوان هستم و امیدوارم یه روزی اقتصاددان هم بشم به امید خدا. حالا در سطح دانشجو کاملا صحبت میکنم، هیچ ادعایی ندارم و کاملا چیزایی که خوندم نظرمه، حالا شنیدم از اساتید، یاد گرفتم، درباره اونا با هم صحبت کنیم. بعد حالا تو هر این زمینه حالا ببینم در آینده چی پیش میاد. کتابی که امروز در نظر گرفتم با هم دیگه بخونیم و معرفیش کنیم، کتاب فقر احمق میکند از اقتصاددانی به اسم سندیل مولایناتن و الدار شفیر که ترجمه آقای سید امیرحسین میر ابوطالبیه. این کتاب خیلی کتاب جالب و کاربردیه، حتی اقتصاددانای بزرگ مختلف هم درباره‌اش نظر دادن. کتاب میاد راجع به کمیابی صحبت میکنه. حالا خیلی پدیده جالبیه که باید حتما کتاب بخونید تا قرار بگیرید توی این موضوعی که من خدمت شما عرض میکنم. خیلی موضوعات متفاوتی داره. مثلا یه مثالی که از این کتاب بخوام به شما بزنم، میاد ذهن افراد رو مثل چمدون در نظر میگیره. برای مثال حالا یه قسمتیش یعنی چی؟ یعنی یک فرد یه چمدون خیلی بزرگ داره، برای مثال یک نفره، کلا شاید یه سفر 2 روزه میخواد بره، یه چمدونی داره که 30 کیلو برای مثال بار داخل جا میشه. یه نفری میخواد ولی یه شخص دیگه‌ای میخواد یه مسافرت برای مثال 2 هفته‌ای بره، ولی یه چمدونی داره که کلا 10 کیلو بار داخل جا میشه و مثلا اون شخصی خانواده 3 نفر است. خیلی جالبه که اون شخصی که یه چمدون بزرگ داره، همونطوری که ما میدونیم بدون هیچ فکری خیلی راحت، چون جای خالی زیاد داره، ممکنه یه کفشو با جا کفشیش برداره، ممکنه لباسشو با همون چوب لباسیش بذاره داخل اون چمدونش. ولی شخصی که یه چمدون کوچیک داره باید کاملا گوشه به گوشه اون چمدون رو استفاده کنه. برای مثال بدونه که دقیقاً فلان روز چی میخواد بپوشه، یه کفشی که جای کمتری میگیره رو داخل اون چمدون بذاره. دقیقاً میاد راجع به کمیابی ذهنم همینطوره. ما وقتی که منابع مالیمون کمیابی داره، ذهنمون دقیقاً مثل اون چمدونه عمل میکنه، میاد جاهای از کوچکترین ظرفیتاش استفاده میکنه برای که بالاترین بهره وری رو داشته باشه. برای مثال خیلی جالبه، من اینو واقعا راجبش فکر نکرده بودم که تو این کتاب توضیح میده به کسی که لحاظ اقتصادی یه مقدار ضعیف‌تره، اگه شما $1 بدین، اون شخص خیلی بهتر اون $1 رو استفاده میکنه تا شخصی که پولدارتره، چون اون شخص ذهنش تو کمیابی هست، جای خالی نداره و اون شخص بهترین بهره وری رو میتونه داشته باشه. ولی شخصی که وضعیت مالی خوبی داره خیلی راحت‌تر شاید اون پولو خرج کنه. حالا اینجا این که داریم میگیم یعنی شخصی که فقیره خیلی بهتر میتونه عمل کنه. پس چرا اسم این کتاب شده فقر احمق میکنه؟ به این دلیل که اون کمیابی خیلی به جهات زندگی، به جهت‌های دیگه زندگی اون طرف آسیب وارد میکنه. برای مثال شخص تمرکز روی انجام کاراش نداره، همه افکارش درگیر قصاشه. حالا به دیتیل این کتاب خیلی کامل و جامع توضیح میده و خیلی جالب توضیح میده. دامهای کمیابی بیش از همه به این خاطر عذاب آورند که فردی که در آن گیر افتاده حس میکند تنها با یک بار تأمین منابع مورد نظر، تنها با یک بار خلاص شدن از شر همه بدهی ها میتواند این چرخه را بشکند. کسی که مدام از کارش عقب میماند با خودش میگوید اگر کمی زمان بیشتری داشتم میتوانستم همه کارها را انجام دهم و تازه جلو هم بیفتم. دستفروش با خود فکر میکند اگر میتوانست پول لازم برای خرید میوه را به دست آورد
به جای پس‌انداز کردن ذره آن از دام بدهی خارج می شود و درآمدش را 2 برابر می کند. در همه این موارد به نظر می رسد که یک بار تأمین منابع کلید حل همه مشکلات است. حالا چیزی که توضیح میده تو کمیابی وقت هم هست. افرادی که خیلی توی وقتشون کمیابی دارن، کارهای خیلی پشت سر هم دارن که به کاراشون نمیرسن، حالا درباره اون هم توضیح میده. حالا اینجا این متنی که من خوندم برای شما میاد توضیح میده که به اون افراد پول قرض میدن و حتی بدون بلاعوض اون پولو بهشون میدن و اون افراد اون پولو خرج میکنن و دوباره تو اون چرخه کمیابی میافتن. چرا؟ چون دقیقاً همون جاهای خالی که گفتم براشون وجود نداره. اون فردی اتفاق غیر منتظره دور از جون همه افراد یه بیماری برش پیش بیاد، یه مشکلی پیش بیاد، یه هزینه پیش بینی نشده‌ای برش پیش بیاد، اون فرد دوباره به اون چرخه برمیگرده. واقعا کتاب خیلی جالبی بود. من خیلی ازش یاد گرفتم و خیلی چیزای خوبی به من یاد داد. به نظرم واقعا ارزش خوندن و معرفی کردن رو داره و آخرش هم که حالا نتیجه گیری خیلی جالبی داره. حتما بهتون پیشنهاد میدم کتاب بخونید. حالا یه قسمت آخر نتیجه گیریش هم براتون میخونم. این کتاب دعوتنامه‌ای بود برای مطالعه درباره علمی که در حال شکل گیری است. امید ما این است که این اولین برداشت از علم کمیابی توانسته باشد طرز فکر شما نسبت به چیزهای زیادی را تغییر دهد، از کشمکش‌های گهگاه مانند احساس کار بیش از حد گرفته تا مشکلات مزمن مانند تنهایی و فقر. حالا خیلی جالبه. حالا این چیزی که اینجا توضیح میده بیشتر میتونه بره تو بحث اقتصاد رفتاری. حالا اقتصاد رفتاری حالا یه روز میریم توضیح میدیم که چیه. کسایی که اقتصاد خونده باشن میدونن. اقتصاد رفتاری یه شاخه بینابینی بین روانشناسی و اقتصاد رفتاری، یعنی میاد احساسات ما، افکاری که ما توی ذهنمون داریم و بابت اون تصمیمات اقتصادی میگیریم هم دخیل میکنه. حالا این کتاب خیلی میتونه مرتبط باشه، چون شخصی که دقیقاً کمیابی نداره با شخصی که کمیابی داره تصمیمات اقتصادیشون کاملا متفاوته. پس این میتونه بره تو بخش اقتصاد رفتاری به نظر من. خیلی خوشحال شدم که با هم صحبت کردیم. حالا این اولین ویدیو بود، کم و کاسیشو ببخشید. امیدوارم که بتونم ویدیوهای بهتری بسازم. هر نظری داشتین بهم بگین، خیلی خوشحال میشم بدونم. هر جای اشتباه بود، بد بود، حتما خوشحال میشم بهم بگین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.